سوالی که برای تک به تک ما ایرانی‌ها پیش اومده، چرا اینقدر آخوندا عمر میکنن؟ جواب سوال شما تو همین ویدیوه. رود میفرستم بر تمام هم‌میهنان عزیز. علی نوری هستم، دانشجوی رشته علوم سیاسی. شما رو دعوت میکنم که تا آخر این ویدیو همراه من باشید. یه سوال همیشه مردم رو گیج کرده. چطور ممکنه کشوری که مردمش با 1000 جور استرس و فشار زندگی میکنن، همینجا یه عده از مسئولین و روحانی ها عمرهای 80، 90 و حتی 100 ساله داشته باشن؟ این فقط شانس نیست. پشتش یک سیستم پنهان وجود داره، سیستمی که مردم حتی هیچ وقت اسمش رو نشنیدن. ماجرای اصلی از جایی شروع میشه که بعد از دهه 60 حکومت به این نتیجه رسید که بقای قدرت یعنی بقای بدن رهبران. برای همین یک شبکه درمانی کاملا مخفی ساخت، چیزی که در جلسات داخلی بهش میگن شبکه سلامت ویژه. بخش از این شبکه بیمارستان‌هایی است که حتی روی نقشه ایران وجود خارجی ندارند. این بیمارستان‌ها یا زیر پادگان سپاه ساخته شدند یا چند طبقه زیر زمین، با امنیتی شبیه مراکز هسته‌ای. توی این مراکز از معمولی ترین چیزها تا فوق پیشرفته ترین چیزها وجود دارد. دستگاه‌های جوانسازی سلولی که گفته میشه نمونه‌های اولیش از روسیه آورده شده، اتاق‌های اکسیژن درمانی فشار بالا که برای ترمیم بافت هاست، داروهایی که هیچ وقت وارد بازار نشدن و فقط از مسیرهای امنیتی وارد کشور میشن. اما شوکه کننده ترین بخش کجاست؟ گزارش هایی وجود داره که نشون میده بعضی از این افراد سال هاست هیچ غذایی از بازار عمومی نمیخورن. برای خودشون یک سیستم تولید غذای ارگانیک دارن، مرغ، گوشت، لبنیات، سبزیجات و غیره. همه چیز فقط برای مصرف حلقه قدرت تولید میشه. اونها حتی از آبهای معدنی معمولی هم استفاده نمی کنن. چاهای اختصاصی دارن که آزمایش‌های دوره‌ای براش انجام میشه و اینجاست که میفهمی عمر طولانی تصادفی نیست. این یک پروژه است. از اوایل دهه 80 یک پروژه فوق محرمانه به نام طرح بقا راه افتاد. طرحی که فقط برای این طراحی شده بود که بدن و عمر حلقه بالای قدرت تا جای ممکن حفظ بشه، حتی اگه بهایش فرسوده شدن مردم عادی باشه. برای این طرح مجموعه‌ای ساختن در عمق 30 تا 50 متری زمین، جایی که هیچ پرونده ازش تو سیستم بیمارستانی کشور وجود ندارد. ورود حتی برای پزشک ارشد هم ممنوعه. میگن هنگام ورود موبایل و ساعت رو حتی اگه خاموش باشه ازت میگیرن و تمام مسیر با دوربین‌های حرارتی کنترل میشه. اینجا دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ جایی که مردم حتی اسم خدماتش رو هم نشنیدن. 1. جوانسازی با تزریق سلول‌های بنیادی، نسخه‌ای که سن پترزبورگ را عقب میکشه. این تزریق‌ها هر چند ماه یک بار انجام میشه و باعث بازسازی مجدد بافت‌های آسیب دیده میشه. اما چیزی که کمتر کسی گفته اینه در بعضی موارد از نمونه‌های سلولی مخصوص و کمیابی استفاده میشه که فقط در این مراکز نگهداری میشن. این کار عملاً باعث میشه سن بیولوژیکیشون 10 تا 15 سال کمتر از سن شناسنامه‌ایشون دیده بشه. چیزی که برای مردم چند صد میلیون هزینه داره، برای اونها بدون محدودیت و رایگان انجام میشه. شماره 2. کوکتل‌های ضد پیری، نسخه محرمانه وارداتی، داروهایی که از کشورهای اروپای شرقی وارد میشه. اما نکتهش اینجاست، در لیست رسمی داروهای وارداتی ایران اصلاً چنین چیزی ثبت نشده. گفته میشه این کوکتل علاوه بر آنتی اکسیدان‌های فوق قوی، ترکیبات هورمونی کنترل شده داره که روند پیری رو نه فقط کند بلکه معکوس میکنه. این کوکتل ها رو پشت درهای بسته و با تزریقات دقیق انجام میدن، چیزی که حتی خیلی از متخصصهای داخلی هم فقط دربارش شنیدن. شماره 3. اتاقهای نوردرمانی، اتاقهایی با طیف نوری خاص که مستقیما روی DNA اثر میگذاره. اما نکته جنجالی ترش اینه که این اتاقها از طریق یک ژنراتور وارداتی کار میکنن که هر سال سرویسش توسط یک تیم خارجی انجام میشه، در حالی که برای مردم عادی این تکنولوژی هنوز در حد مقاله و آزمایشگاهه. اینجا تبدیل شده به بخشی از روتین سلامت مقامات. شماره 4.
انتقال خون از اهدا کنندگان منتخب، سیستم انتخابی کاملا پنهانی. گزارش هایی وجود داره که برای بعضی افراد رده بالا هر ماه خون تازه از افراد 20 تا 30 ساله کاملا تست شده بدون هیچ سابقه بیماری تهیه میشه. اما بخش شوک آورترش اینجاست که این افراد حتی نمیدونن خونشون برای چه کسی استفاده میشه. تمام مراحل توسط یک واحد امنیتی کنترل میشه و انتقال خون در اتاقهای بسته و بدون ثبت رسمی انجام میشه. این روش ها تو دنیا مخصوص میلیاردرهاست، اما تو ایران تبدیل شده به ابزار حفظ قدرت. شماره 5: غذای فوق ارگانیک و پروتکل تغذیه ویژه. 2 نوع ایران، 2 نوع غذا. این قسمت شاید عجیب ترین و دردناک ترینش باشه. تمام محصولاتی که مصرف میکنن در مزارع اختصاصی امنیتی تولید میشه. مزارعی که هر ورودیشون با دوربین‌های حرارتی کنترل میشه. لبنیات از گاوهای گرفته میشه که حتی نوع علفشون تحت نظارته. مرغ‌ها بدون هیچ هورمونی با مکمل‌های مخصوص رشد طبیعی پرورش داده میشن. سبزیجات و میوه ها هفته به هفته آزمایش سموم میشن. حتی شنیده شده آب مصرفیشون از یک شبکه تصفیه شده جداگانه تامین میشه که مردم عادی هیچ وقت بهش دسترسی ندارن. این یعنی سیستم سلامت دوگانه. در عریان ترین حالت ممکن مردم یک چیز میخورن، مسئولین چیز دیگه. نه فقط غذا، بلکه یک زندگی زیستی کاملا متفاوت. مسئولین جمهوری اسلامی فقط طول عمرشان را زیاد نمی کنند. بدنشان را مثل یک پروژه اطلاعاتی سطح بالا محافظت می کنند. گفته میشه غذا قبل از رسیدن به دستشان از 3 لابراتوار متفاوت عبور می کنند. نمونه هر وعده غذایی در یک آرشیو سردخانه نگهداری می شود تا اگه اتفاقی افتاد سریعاً علتیابی کنند. برخی مقامات حتی از ظروف نانوی ضد واکنشی استفاده می کنند. ظرف‌هایی که اصلاً در بازار عمومی و حتی جهانی هم وجود ندارد. یعنی بدنشان در برابر هر نوع سم، مواد شیمیایی یا حتی اشتباه انسانی دیوار چند لایه محافظتی دارد. پایش کامل بدن هر 30 روز، مثل نظارت روی یک راکتور. اینجا ماجرا عجیب‌تر میشه. پرونده سلامت این افراد در سطح ورزشکاران المپیک نیست، در سطح فرماندهان یک پروژه نظامی فوق محرمانه است. هر 30 روز یک بار آزمایش خون در 40 شاخص مختلف، اسکن قلب و عروق، بررسی عملکرد کلیه و کبد، چاپ‌های هورمونی و ژنتیکی و حتی پایش ریسک سکته با الگوریتم‌های پیشبینی انجام میشه. و اگه فقط